یه روز ما پیش شیوان دیزی بیام رفتم فرار کردم رفتم من تهران. اوسی که رسیدم من تهران گفتم خدا ما کوب رو یه خیابون همینطوری گرفتم رفتم یه دفعه 206 اومد تا شیشه دودی پرده جلو دودی همه دودیه زهلم را سوار شدم من خلاصه مطمئن رفتم جلوتر دوباره اومد بغضه شیشه آورد من تا زنیه یه زنیه دختر کوچیکه داره ما سوار که گفت کجا میریم گفتم من دنبال کار میگردم و بده کارم و فراریم گفت من رستوران دارم و این جور من برو خونه و لباس دارم و گفت برو همون موقعی که رفتیم همون اومد درزه گفت من میخوام بیا همون گفتم بیا همون اومد همون کردیم و هندی مشتیم و چی بعد رفتیم سر مبل نشستیم با هم حالو چی کردیم چی یه دفعه گفت تا تو اتاق خواب موقعی که رفتیم تو اتاق خواب تو لوش گرفتم و ما چملو چش کردم و دفعه سینه‌اش که من تو درسم یه دفعه که فشارش دادم یه گوشی خردم باشم تا خوی دیم تی بوم خوسیدم گند بوم من دستم درمی معلومه